اواخر سال 2007 میلادی آتش جنگ عراق در حال فروکش کردن است. رئیس جمهور بوش اعلام پیروزی کرده. عملیات بازسازی در حال انجام است. هیچی. زده رفته. هر کی بوده خبری ازش نیست. فهمیده جنگ تمومه. آلن چیه؟ هیچ تحرکی نیست. حتی سایم نمیبینم. چند ساعته؟ 18 ساعت رو رد کردیم، درسته؟ 20 ساعت. ای بابا، کسی اونجا نیست. شاید یارو حرفه‌ایه. از اون جنگجوهاشون؟ چه میدونم. 6 تا کارگر تأسیساتی پای اون خط لوله بود. 2 نفرم نگهبان بودن. آره. نگاه کن. چه؟ یه دونشونم نزدیک جان پناه نیست. اصلا تو کتم نمیره. منظورت چیه؟ منظورم اینه که بی پدر همه رو سریع انداخته. انگار همه رو از سر زده. بی خیال رفیق. بیسیم چیمونو ببین، همون که درخواست کمک داد. خب اون یکی رو تو سر نزده از. خیلی خوبه. حالا یه دونه رو تو سر نزده. ولی 8 نفر تو 30 ثانیه. یعنی میگی یکی از اونا با نیمه اتومات همه رو زده؟ گفتم یارو حرفه‌ایه. که اینطور. یعنی همون تک تیر اندازه؟ شاید. کلا میگم اون دیوار نحسه. یه دیواره بابا، از دیوار میترسی؟ نه، از اون چیزی که پشتته میترسم. شاید 2 تا از اون لعنتی ها نشستن و پشت دارن قلیون میکشن. هی، هر کلوفتی میخواد باشه. زیاد فکرتو مشغول نکن. خب وبسایت فیلم تو مووی تقدیم می کند. دیوار. ناز، نظرتو بگو. کسی اونجا هست؟ تا الان 60% مطمئن بودم. الان 80% بعید میدونم. مگه خیلی حرفه‌ای باشه. نمیدونم. شایدم. خفه شو. حتما همون بساط همیشگی بوده. 4-5 تاشون اومدن یهو پریدن روشون. اینم حرفه‌ایه. آره. شادم یارو حرفه‌ایه. گرمم شد، جمع کن بریم. ای بابا، لعنتی از صبح همین رو میخواستی ها. دستت انداختم. چته؟ باز از گشنگی زده به سره؟ تا اینجا 5 تا اماری کوف کردی. حوصله ندارم بخوابم اینجا داستان 100 من یه غاز ابر اسنایپر تو رو گوش کنم. آخه کی این همه ساعت یه گوشه میگیره میشینه؟ اذیت میکنی ها. لام از سب گرممه. از گرما دیوونه شدم، میفهمی؟
اصلا حالیت گرما یعنی چی رفیق؟ مگه من نشستم باد بخورم؟ نه ولی کلا دیوونه شدی. کاش رفته بودم تو نیرو هوایی. هیکل گندت به نیروی هوایی نمیخوره. بشینی تو کابین با سر اومدی پایین. هی بی شوخی میگم. بخواب زمین. منم شوخی ندارم. الان میرم پایین، بیسیم اون یارو بر میدارم، برمیگردم میام بالا، گورمونو از اینجا گم. خدا دهنت بشکنه. امتحان میکنیم. حل رفیق، ردیفه. کجا رفتی؟ بله. حرکتی هست؟ نه فقط یه بشکه گنده داره تکون میخوره. هستی خنک شدی؟ آخه کشته مرده اون راه رفتنت هم. دارم غیر میدم را میرم. حواست به دیواره هست؟ آره حواسم کاملا هست. خوبه، عالیه. برو ببینم چی کار میکنی. حرکات موزونت بی نظیره. چیه خوشت اومد؟ خیلی خوب، عالیه، آفرین. مزخرف نگو، حواستو جمع کن. آره خوبه، همینجوری برو جلو. سیصد و 60 درجه امن هوا. حواست جمع باشه. پشتمو داشته باش. مفهومه. بله خودمونیم و خودمون. بی کس و کار. دارم نزدیک میشم. حواست به دیواره هست؟ رو جفت چشم. لعنتی. چه؟ بابا این کثافت داره جلوش تار میشه. بی صابو عوضش کن. مال دین بود. گور بابای دین، مردی که سوسور. آره گور باباش خیلی سوسور بود. دوربین مرده شگون نداره. انگار یه خبرایی هست. چی؟ حرف بزن دیگه، بگو قضیه چیه؟ واقعا اینا رو از سر زدن. معلوم نیه کدوم بر زدن؟ اصلا بی خیالش، فقط از اونجا دور شد. هی آس یه نگاهی بنداز. لعنتی زدنم. چه صافت بیان زدم. اشکاله.
لعنتی تو تیر رسم تو تیر رسم نیا پناه بگیر چیکار داری میکنی؟ نیا سمت من لعنتی لعنتی گروهبان ماتیوس ای خدا ببخش آرچه چی؟ آرچه لعنتی ها بهش بگو من بگو که 22,000 مایه دارم 22,000 بسه مزخرف نگو دیگه داخل میشم نمیدونم چه غلطی بکنم شریانبند تو استفاده کن شریانبند لامصب شریانبند رو استفاده کن آسب دادم برس رفیق نمیتونم مگه نمیبینی نه اونا بیسیمو میگن با بیسیم پیداش کردی حرف بزن پیداش ای کردی بابا وایسا بریکر چون روحت لعنتی بریک سپارتان 33 درخواست تخلیه دارم
نه بزنن آشکال کثافت بریک سپارتان 33 درخواست تخلیه دارم. بریک سپارتان 33 درخواست تخلیه دارم. بیسیم زدی؟ ناس زده به آنتنش زده؟ حواست جمعه. فکر کنم بتونم بیام. چی؟ میخوام بیام رفیق. حواست بهش هست؟ لعنتی گروبان متیوز لعنت بهت گروبان نه اون مهلت نمیده بلند شی. گروبان متیوز صدا ما میشنوی؟ میشنوم. همونجا بمون تو رو خدا همونجا بمون. داری میبینیش؟ حرف بزن، از کجا تیر زد؟ من چه میدونم؟ بابا معلوم نیست. کرکبنگ فاصلش چقدره؟ لال شدی؟ کرکبنگ چند ثانیه بود؟ وایسا یه دقیقه مهلت بده. حواست نبود نه؟ گوش کن، میخوام سعی کنم بزنمش. داداش دستت به اون تفنگ نخوره. تا بخوای برش داری با تیر میزندت. صبر کن. لعنتی لعنت
شاهین دارم میبینمش. گروبان ماتیوس، گروبان ماتیوس، صدامو میشنوی؟ شاهین! ای وای، نمرده باشی. بلند شو رفیق، بلند شو، زخمتو ببند مرد. بی همه چیز. پیغامتون رو تکرار کنید. جواب بدین. مفهومه؟ جواب بدین. تکرار کنید. جواب بدین. مفهومه؟ صدا رو دارین؟ پیغام رو تکرار کنید. صدا رو دارین؟ صدا رو دارین؟ سپارتان 33 هستم. صدا مفهومه؟ لیما چارلی. مفهومه؟ تمام. سپارتان 33 هست. ما در معرض آتش دشمنیم. درخواست پشتیبانی. یه مجروح داریم. یه تیرانداز گیرمون انداخته، یعنی منو گیر انداخته. تقاضای تخلیه پزشکی. تکرار میکنم تقاضای تخلیه پزشکی دارم. موقعیتتون چیه؟ تمام. گریت ویسکی هتل 7203. مفهومه؟ منتظر باشین. خدا. هی شین، رفتنی شدیم رفیق. پدرمون در اومد. ای بابا. سپارتان 33 هستم. صدا ما دارین؟ تمام. لیما چارلی بگوشم. صداتون از تغذیه رادیویی داریم. می‌ترسیم دامنه سیگنالتون رو رد کنیم. مفهومه؟ الان که تو دامنه هستین. صداتون از رادیویی محلی دارم. نزدیکین؟
لطفا احراز هویت کن. تمام. گروبان آلن آیزک از یگان 51 عملیاتی الفا. گروبان دوم شین متیوز هم با همه. برای تیر خورده. احتمال مردن هست. البته شک دارم ولی جواب نمیده. پس تمام. مفهوم اسپارتان 33. تخلیه پزشکی اعزام میشه. خدای بزرگ. خیلی خوب بی پدر مادر. لعنتی فشنگ ناتوه. آشغال. 7 در 51. تیرانداز اینجاست. تفنگ کالیبر بالا. پهپاد بفرستی. رمز چالشتون رو بگین تا تخلیه پزشکی رو بفرستیم. چی؟ دوباره بگین. رمز چالشتون رو بگین. رمز چالش چیه آخه؟ شما کی هستی؟ من کاپیتان اوتیس سیمونز هستم. تا رمز چالشتون ندونم نمیتونم برای تو و گروپان دومتون تخلیه هوایی بفرستم. رومئو نه وایسا الان که گفتم تخلیه پزشکی نفرستین. مفهومه؟ مفهومه. که اینطور. ولی این پروتکلیه که باید طی بشه. ای بابا من از کجا بدونم که تو واقعا اونی که میگی هستی؟ آلن آیزک، تو و گروپان دوم شین متیوز قرار بود شبانه برای کشیک برین تا وجود یه اسنایپر احتمالی رو بررسی کنین و به ما گزارش بدین. خیلی خوب. ببخشید اونجوری گفتم، حالم خیلی خرابه. ببینین یه نیروی سنگین بفرستین، این یارو خیلی خره. دارین کجا میرین؟ منور داری گروپان؟ مفهومه؟ آره مفهومه. نه ندارم. یه M4 دارم و یه هفتیر. ازت میخوام تیر هوایی بزنی. باید موقعیت دقیق تو بفهمی. آخه شما چتونه؟ اینجا که مدرسه رنجر نیست. شما موقعیت رو بفهمین، اون آشغالم میفهمه. تا موقعیتت معلوم نشه کاری از دست من بر نمیاد. مفهومه؟ خاک تو سر بلاغت با این کار کردنت. این مسخره بازی‌ها چیه؟ اینا که تو پروتکل نیست. گروهبان تا موقعیت دقیق تو ندونیم نمیتونیم تخلیه پزشکی بفرستیم. دوباره بگو. موقعیت تو لازم دارم. نه درجه من چی بود؟ گروهبان. شما لهجه داری. آمریکایی نیستی. از استتار من سر در آوردی. چی میگی واسه خودت؟ پشت زبان تو استتار کرده بودم، همونطور که تو پشت اون دیوار مخفی شدی. تو عوضی عشق. لعنتی. کثافت. یه سوالی ازت دارم. رفیقت مرده؟ به نظر من که تمام کرده. سپارتان 33 هستم. تقاضای کمک دارم. شایدم فقط بیهوش شده. ما یه مجروح داریم. مطمئن بشم که مرده؟ یه اسنایپر بهمون تیراندازی میکنه. درخواست تخلیه پزشکی داره. دوباره تکرار تیر میکنم. بزنم تو سره؟ تکرار میکنم. زن درخواست داره؟ بچه چی؟ به تدفین با تابوت بسته راضی هن؟ بزنم سر و صورت شما تلاشی کنم؟ خب دیگه بسه. خفه خون بگیر. بس کن. خواسته چیزی داری؟ آره.
است؟ ببین من هیچ کارم یه گروبان سادم، هیچ اطلاعاتی هم ندارم. پس گور پدرت. من اطلاعات نمیخوام. پس خواست چیه؟ شیر مرغ میخوای یا جون آدمی زاد؟ میخوام باهات آشنا بشم. فقط میخوام باهات آشنا بشم. اجازه میدی؟ داری سر به سر من میذاری. داشتم میذاشتم ولی متوجه شدی. پس دیگه شوخیا بذاری میکنم. این بیرون فقط من و تو هست. بگو نظرت چیه؟ باشه حرف بزنیم. خوبه. اهل کجایی؟ نه قبول نی. من از تو هیچ چی نمیدونم. پس تو شروع کن. من؟ گفتنی نیست. هیچ و پوچ. نه بابا تویی که حوث گفتمان کردی. چرا صدا در نمیاد؟ ها؟ باشه. من شروع میکنم. من یه آدم عادی عراقیم. یه غیر نظامی. غلط کردی که غیر نظامی. کرپ بنج. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 به اضافه 4 800 به اضافه گلوله 45 50 60 زاویه 60 درجه 950 به اضافه جمعاً میشه 1500 خب این دیوار این من این متیوس جری ثقیل محدوده ساخت و ساز تریلرها ویله پرچم تو چی؟ من چی؟ تو هم یه آمریکایی ساده ای؟ آره یه آدم معمولی یه ارتشی زبده معمول. رنجر ارتشی یا تکاور؟ تو سیستم خود ما کار کردی نه؟ تمرینای ما رو گذروندی بعد از پشت بهمون خنجر زدی. ببین این بدبختا داشتن خط لوله می ساختن. میخواستن اقتصاد خود شما رو تقویت کنن روانی. خط لوله ها؟ برای اقتصاد ما؟ بله دقیقا همینه. تقویت زیرساخت، آموزش و پرورش، ساخت مدرسه. این بدبختا پیمانکار بودن. برای جنگ نیومده بودن. جنگ تمام شده داداش. داداش؟ هرچی بابا جان. انتخاب کلمه جالبی بود ولی باهات مخالفم. داداش جنگ تموم نشده. برای تو یکی که نشده. میگم من خیلی خوشگل زبان میریزی کاکا سیاه. شکسپیر تشریف دارن؟ شکسپیر؟
زبان نظامی خودش زبانشه، لباس رزم، درگیری مسلحانه، جانی جهادی، آتش به خودی. نوبت توه آیسا، یا بهتر بگم یعنی چی؟ منظور چیه که نوبت منه؟ چی بگم؟ بگو بچه کجایی؟ خانوادت کجا؟ راجع به خانوادم حرفی نمیزنم. ای خدا. خیلی خوب، پس راجع به دوستای همرزمت. اونم راه نداره داداش. به اسرار نظامی کار ندارم، از خاطره ها. خفه کار کن بابا. اگه حرف نزنی متیوزو میزنم. راحت باش. آره؟ این میشه دومین تلفات تا قبلا دین، الان متیوز. ماجرای دینو از کجا میدونی؟ حرف بزن. گفتم از کجا میدونی؟ آخه دوربینش دستته. چی بود گروپا میگفت؟ میگفت دوربین آدم مرده؟ حرف بزن دیگه آیزا. از همرزمات برام بگو، وگرنه صورت متیوز و آش و لاش. باشه. خب توپ بازی میکنم. متوجه نشدم. میگم من و بچه ها بعد از ظهر بازی میکنیم، زیر آفتاب برشته میکنیم. همین دیگه. جنگ و منگی هم در کار نی. برشته میکنی؟ یعنی چی؟ برشته دیگه یعنی همون برونزه. خب دیگه؟ دیگه؟ از گروپ ها متیوز بگو، اونم برشته میکنه. دین چی؟ اسم دینه به زبان کثیفت نگر آشغال. اگه من جای تو بودم به حرف میومدم آیزا. از دین برام بگو. چرا گیر دادی ها؟ تا چه مرگته؟ خب برام جذابه، پیوند بین تو و همرزماتو میگم. اگه حرف نزنی متیوزو میزنم. الان قشنگ تو تیر رسمه، راحت میتونم صورتشو آشلاش کنم، جوری که خانوادش نشناسمش. دوست داری به اونجا بکشه؟ سوال کردم، جواب بده. باشه. پس از دوربین دین تعریف کن. دارم پای دیوار میبینمش. برای چی نگهش داشتی؟ لعنتی. میگفتی خرابه. برای چی دوربین خراب و دستت گرفتی آیزا؟ خیلی خب دیگه خفه شو. تهش چیه؟ قراره تهش چی بشه؟ متوجه نشدم. میگم قراره تهش چی بشه؟ آخر بازی چیه؟ آخر بازی معلوم نیست. فعلا دارم از صحبتمون لذت میبرم.
بس کن، تو رو خدا بس کن. قرار نیست چیزی از من بیرون بکشی. ولی تا همینجاشم کم نفهمیدم. تو خیلی بیجا کردی. حرف بی خود نزن. یه چیزو میدونم، آب نداری. من از عمد قمقمت رو هدف گرفتم. غلط کردی، میخواستی خودمو بزنی. نه، هدفم قمقمه بود. هیچ کس انقدر دقیق نیست. همینطور آنتنه چرت و پرت میگی. و از آن میدونم که رگ پشت زانوی پات اونقدر خون منتقل میکنه که هر جور باندپیچی انجام بدی باز باسنت توی من پلاسما غرق میشه. احساس خستگی میکنی، سرت گیجه و تا غروب نشده از خونریزی. عشق عوضی، این چه بازیه؟ لعنت به تو. بی پدر مادر روانی. چی از جون من میخوای؟ لعنتی. بی پدر مادر. کثافت عوضی، اشکال روانی. کاکاسیا. هی، بچه رو لالمانی گرفتی ها؟ ای اشکال، میخوای دیوارم رو دور بزنی مگه نه؟ ها؟ میخوای دیوار منو دور بزنی بی پدر مادر؟ نقیزه میگی؟ چیه؟ درست گفتم آره؟ میگی دیوار من؟ همون دیواریو که کشورت به اینجا حمله کرد تا خراب کنه تو داری جون میکنی تا سر پا نگهش داری. داری از خوشی پس میافتی ها؟ یه چیزی، اون دیواری که الان پشتش قایم شدی دیوار یه مدرسه بود. به درک، دیوارت تو سر خودتو جد آبادت بخوره. شماها زیر سایه مذهب ما قایم شدی. نه، من زیر سایه مرگ قایم شدم. زیر سایه مرگم بی همه چیز. خشابش باید 20 تایی باشه. هشت نفر. خشابش باید 20 تایی باشه. به یکی زد به متیوس، 3 تا به من. اون فشنگای ناتوی 7/62 در 51 مال آمریکاست. هی، با تو هم لالمونی گرفتی؟ حرف بزن، کجایی؟ میخوای بدونی سلاحم چیه؟ M24 مارک 11. من که همیشه ویندرانر M96 رو ترجیح. فکر کردم قراره رو راست باشیم. داری از مارک 11 استفاده میکنی؟ نه، به نظر دارم از اون استفاده میکنم. به هیچ عنوان اطمینان نداری. کلن تعطیلی. درست گفتم دیگه نه؟ میگن کلن تعطیلی. دوباره بگو، صدات نمیاد. باشه، تو کلن تعطیلی. فیلم تو مووی. که من تعطیلم ها؟ خب بفرما عزیز، منو آگاه کن. سر و پا گوشم. شما آمریکایی‌ها خیال میکنین به همه چی آگاه. جوابو ساده میگیرین، همه رو دشمن میدونین. ولی من و تو همچین فرقی نداریم.
آره عوضی، فقط من تروریست نیستم. اون وقت من هستم؟ این شما این که پاتونو گذاشتین توی کشور دیگه، تو خاک این مملکت و این سرزمین استعطار کردین. بی خیال. از اینجایی که من نگاه میکنم تویی که تروریست به نظر میرسی. لای آشغالایی. بی خیال بابا. مگه اینکه حرفه‌ای باشه. تا اونه، تو جوبایی، شبه. 100 نفر هستن که به خودشون میگن جوبا. مگه آدم سادم؟ قاتل 35 آمریکایی، ملک الموت واقعی. برای همین پیداست نمی‌کنن. لعنتی. معلوم نیست چند روز تو اون کثافت دست و پا میزنه. معلومه تعلیم دیده، خود مایی، تیراندازی و خط سیر و هدفگیری مطلق، تیراندازی بدون خشاب گذاری. همه اینا رو یاد گرفتی و بهمون خیانت کردی ها؟ بستگی داره از کدوم زاویه بهش نگاه. یه زاویه بیشتر نیست. آره خب میدونستم همینو میگی. نه، اگه بگی دشمنی اتفاقا بهت احترام میذارم. کار ما کشتنه. ولی وقتی ادعای دوستیت میشه و از پشت بهم تیر میزنی، فقط از زاویه یه مار کثافت میبینمت. حالا اگه اون دوست با تیر از پشت بزنتت اما تو کشته نشی، درسته که تو با تیر بزنی؟ یه چیزی بهم بگو آیزاک، تو چرا اینجایی؟ چرا هنوز اینجایی آیزاک؟ تا حالا چند تا عملیات رفتی؟ چرا باز دوباره برمیگردی؟ به خاطر دین؟ چطور از اینجا سر در بردم؟ به خاطر اونه؟ با من صادق باش آیزاک. به خاطر دینه؟ فقط بگو از کجا اون اسمو بلدی؟ یه چیزی دربارش بهم بگو. فقط یه چیز. تقریبا بچه یه محل بودیم. عموزاده هاش با من هم مدرسه بودن. حتی پدرم پسرشو دیده بود، بغلش کرده بود، حتی بیشتر از خود دین. کلم در استاپ اند شاپ کار میکنه. کلم؟ کلمنتاین زنش. اصلا راه نداره. نمیتونم به اون وضع برگردم. هر روز همون آش و همون کاسه. مردم با اون نگاهاشون، نگاه های مسخرشون، آره که انگار دارن طالع منو میخونن. لعنتی. نه، نمیتونم برگردم. نمیتونم. نمیشه. توانشو ندارم. خدای من. خدا. خدا.
دلت خنک شد ها؟ حالا همه چی فهمیدی؟ خیلی آدم بدبختی هستی. از چه لحاظ؟ چون داری با عقل من بازی میکنی. آیزک، وقتی این ماجرا تموم بشه پوست صورتتو میکنم و چشماتو از کاسه در میارم. بزن خلاصم کن کثافت. بعدشون زبون کثیف دروغگوتو به سینت منگنه میکنم. لامصب بزن خلاصم کن، کارمو تموم کن. ولی میذارم جنازتو پیدا کنم. گوره باباش، اصلا خودمو خلاص میکنم. خیلی خوب عوضی، ببینمت کجایی. خب دیگه بی پدر و مادر، بگیر به دندون تو مرا عوضی. یالا یه چیزی رو کن، لو بده کثافت.
خیلی راحت بزن. من فقط میخوام باید کپ بزنم آیزاک. چرا میخوای خودتو به کشتن بدی؟ آیزاک صدا میشنوی؟ آیزاک اون بیسیمه که به خاطرش جونتو به خطر انداختی از کار افتاد. آقا زنده ای؟ خطا زدی زنده. اونقدرم دقیق نیستی. سخن میگوید تخته ها را از جا برکنید، باد آباد قلب مخوفش هنوز میتپد. این دیگه چی بود؟ از اون شعرهای مزخرفه؟ آمریکایی بود. قلب حکایت کن. از ادگار آلن. یه کلمه از حرفاتم نشنیدم مرد. ادگار آلن پو نمیشناسی؟ بیسیم چه مرگش شده مرد؟ صدای چیه؟ حتما کارشو مطالعه کردی. از نویسنده های بزرگ آمریکا. نویسندگیش خیلی چشه؟ من که کاری نمیکنم. میدونستی که یتیم بوده؟ یه زمان میخواسته بره تو ارتش که استعدادشو نداشت. شین کار توه؟ استعداد نویسندگیش از استعداد رزمندگیش بیشتر. شبی از شبهای دلتنگی زمستان که سست و سیر نشسته بودم، ناگهان صدای ضربه‌ای تخ تخ کنان از درب خانه آمد. ماتیوس! قدم گذاشت. کلاغی با وقار، گمگشته از دوران کهنه و آسکار. منقار خیش از قلب من در بیار و هیبت خود از منزلم بکش تو کنار. گفت کلاغ هرگز آسیا. شایدم رابرت فراست رو ترجیح بدی. صدایی تنین انداخت بجویم در ستارگان و بگویید دارم میبینم داداش. ای جماعت زمین میدونستم داری چارت میزنی. گر تمام زخم‌ها بر جان و تنهاتان اندک بهایی است بر تولدتان. لای آشغالات برگیده. اشعارش خیلی زیباست. پس تو درس خونی ها؟ میگم اینجا درس خوندی یا اونور؟ با این طرحهای تحصیل خارجه و اینجور صحبت ها. شین از اون فاصله ای که اون شلیک کرده اقلن 8-9 متر رو ارتفاع داره مرد. فاصله شام 1500 متریه، شاید هم 1550. خب ها؟ چرا حرف نمیزنی پس؟ صدامو داری؟ لعنتی. صدامو داری مرد؟ میگم خداییش اطلاعاتت راجع به ادبیات خیلی زیاده. علاقمندم کردی یه خورده شکسپیری چیزی ازت یاد بگیرم. شکسپیر؟ فقط همین یه شاعر رو میشناسی؟ من
من ادبیات انگلیسی خوندم. جدا؟ از تک تیراندازی رشته دومت بوده. من تو بغداد معلمی میکردم ولی مدرسه رو با بمب زدن. هی دستت رسید شین؟ ترکش خورد تو آرنج چپم، هنوز جاش درد. لای آشغالاست پشت تریلر 1550. منو یاد دانش آموزایی که مردن. یالا رفیق، یالا کارشو تموم کن. برای همین پیمانکارای غیر نظامی رو کشتی؟ به قول کتاب مقدس خودتون، چشم در برابر چشم. شرط نگو. اگه من مذهبیم تو هم هستی. این حرفو بهونه کردی آمریکایی ها رو بکشی. برو جلو رفیق، فقط یواش برو، خیلی خیلی یواش. الان سوال شده آیزا؟ یواش و نرم برو، ذره ذره میرسی. آره درسته. ببین نمیفهمم چطور یه آدم تحصیل کرده آدم کش میشه. تو که بهتر میدونی. ببندون دهن کثیفتو. داری جون میدی آیزاک. از حرف زدن خوشت میاد مگه نه؟ حال من عالیه رفیق. سر ما رو گندم. کوچیکتر از این حرف آب نداری بخوری. بدنت خشک شده. خورشیدم که داره حسابی برشتن. کم کم از خونریزی میمیری. کپتن اوبرایت. ایشون کیه؟ یه اسطوره است. آموزش هم داد، دینم آموزش داد. میاد میبرتمون. نعشتو میکنه. به محض اینکه گزارش ندیم دست به کار میشه. با اون عرضه‌ای که من از تو و متیوس دیدم جای نگرانی نیست. خفه شو. میاد دنبالمون. اون آموزشمون داد، بقا رو یادمون داد. از طرف کنده میشه. فکر نکن پیروز شدی. میشنوی آشغال، تو پیروز نشدی. یا از جایی که چشمت نمیبینه صدایی میاد که گوشت نمیشنوه، فقط یه لحظه نور میبینی. بوم. کارم که با تو و متیوس تموم بشه همه میفهمم پیروز این میدان کیه. شین! تکون نخور رفیق، تکون نخور. میخوای سر گروه با متیوس رو بتره کنم؟ تکون نخور رفیق، تکون نخور. از اون جنازه اونم یادگاری برمیداری؟ مثل همون دوربین خراب؟ الان تو تیررسمه. دارم میبینمش. چه؟ من با کسی شوخی ندارم آیزاک. میخوام صورتش رو آش و لاش کنم. سب کن. دوربینو پیش خودم نگه داشتم که یادم بندازه. چرا نمیتونم دوباره تفنگ دستم بگیرم. خوب شد؟ گوش میدی چی میگم؟ موقعی مبارزه دوربین از دست دین افتاد، اومد دلاش برش داره که خورد زمین. منم خطا زدم، نتونستم تک تیراندازو بزنم. یارو رو ندیدم، برای همین دین تیر خورد، تقصیر من شد. لعنتی گوش میدی چی میگم یا نه؟
یواشتر. چیو یواشتر؟ عجله چیه؟ با کی حرف میزنی؟ با کی حرف میزنم؟ با خدا حرف میزنم. تو ارتفاع 9 متریه، به جلوی آشغالاست. منتها نمیدونم کجاست. ببخش رفیق. هدف بگیر. 4 تا اضافه بر ماکسیموم. 6 میل به راست. آماده بودی بزن. تونستی بزنیش؟ تو رو خدا بگو که نه. آشغال کثافت عوضی. فلش کن راحتش بذار آشغال عوضی. شین پاشو رفیق. اون دیگه برات خطری نداره، بهش کاری نداشته باش. وای نسا. آفرین پسر بیا این بر رفیق. بیا میتونی. چیزی نمونده. بیا همینه. بیا زود باش. بیا سمت. بیا زود باش. بیا سمت من. چرا؟ خدا میخوام برگردم خونه بی همه چیز. خب برو. پاشو. پاشم که منم میزنی. نه نمیزنم. چرا میزنی؟ برای چی میزنی؟ چون این چیزی نیست که میخوای. چی؟ نمیخوای بری خونه مگه نه؟ منظورت از این حرف چیه؟ جنگ تمومه ولی تو برنگشت. چرا؟ من کشتمش. کار من بود. اون رفت بالا سر یه هدف. تک تیرانداز دشمن بود. عین ماهی لیز میخورد. به دین تیراندازی کرد. منم خواستم اونو بزنم ولی تیرم یه راست کرد به دین. ولی زدم زیرش. چقدر دروغ گفتم. چون کندم کسی بویی نبره. به همه دروغ گفتم. به هر کسی که از راه رسید دروغ گفتم به جز تو. کجایی؟ داری گوش میدی؟ صدامو میشنوی؟ کجا میری همش؟ صدامو میشنوی؟
اسپارتان 33 هستم. صدای منو دارین؟ اسپارتان 33 خرید میشه. نام و درجه. گروه قربان آلن آیزک. خوشحالیم صداتون میشنویم. اینجا چه خبره؟ نه 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 هی نه. در 4 ساعت اخیر خبری از اسنایپر شده؟ نه هنوز خبری نه 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 در نه این نه مگس نه نه میپرانیم کاپیتان. کاپتان گروبان آلن آیزک هستم. وضعیت مطیوس چیه؟ وضعیت شادیه قربان. نه 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 کاپتان اوبرایت. قربان با کمال احترام شما یه ساعت پیش هم همینو گفت. دوباره میگین چقدر دیگه مونده؟ حدوداً 1 ساعت و 20 دقیقه. مفهومه. لعنتی این کارو نکن مرد. این کارو نکن لعنتی. هوا خیلی گرمه قربان. داریم کلافه میشیم. طاقت بیاریم. داریم به گریت سرویسکی 7 و 3 نزدیک. حدوداً 60,000 متر فاصله. به خاطر حضور دشمن مجبور به تغییر مسیر. اون برای ما بسیم زده بود. فقط امیدوارم شب نشده برسیم. از داری که میترسی بچه ها. چند بار کارو کرده اشاره کسافت. میخواین برای عرب زندگیتون مات بیاریم؟ کارگرها درخواست محافظ کرده بودن. محافظه هم ما رو خبر کردن. منم اونا رو 80 دقیقه دیگه میبینم. خودتو جای من جا زدی اشغال. خیالتون جمع باشه کاپیتان. بسیار خوب تمام. توفت گم شو بی پدر. آی حیوان. هی لعنتی. هی صدامو میشنوی؟ نمیشه اون رو بزنی. خودت که میدونی تا شلیک کنی جات لو میره. راحت پیدات میکنم. شک نکن. میشنوی چی میگه؟ هستی؟
الان میکشمت کثافت. من از مردن نمیترسم. آره. زک زود باش بجام. جاش خلاص، همه چیز درست میشه. دو نفر خودی هست. نگران نباش، فقط رایاش خلاص. خطر دیگه رفت شده. محوطه پاکه، کاملا امنه. محوطه پاکه. بلند شدیم. 3-5 بلند شدیم. بولداگ فلای به سمت راست. میریم به 2-3-0. 3-5 مفهومه. عجله کن. همه چی آماده است. نفس عمیق بکش اروپا. همه چی درست میشه. خون سرد باش. اکسیژن براش وصل کردم. داره خیلی سریع مصرف میکنه. مخزن اضافه رو آماده کن. 5000 متر دیگه تحلیل میکنید. فهمیدی؟ 5000 متر. خیلی خوب. فهمیدم. تیراندازی دارن میکنن. تیراندازی از کدوم سمته؟ رایاش خلاص. بخواب. لایاش خلاص. میگم اون لعنتی لایاش خلاص. به همون تیراندازی شده. آماده باشیم. داریم سقوط میکنیم. الان برخورد میکنیم. آماده باشیم.
هیلا بولداگ 1-7 هیلا بولداگ 3-5 از فرماندهی بغداد صحبت میکنیم. مفهومه؟ بولداگ 1-7 مفهومه؟ بولداگ 1-7 هستم. صدا تو دارم. لیما چارلی. تمام. ارائه شده توسط وبسایت فیلم تو مووی.